من نمیدونم چرا جوونا زن نمیگیرن و ازدواج نمیکنن. مشکل یعنی شما برای چی زن نمیگیرید؟ نمیخوام بگیرم. نمیخوای بگیری چیه؟ نه جدی دارم میگم. اینجا ببینم. نمیام آجی. دیگه این نه برای چی زن نمیگیری؟ خانواده‌ات آرزو داره سر سفره عقد نگاه کنه. این گوش کن. والله حاج آقا توی شرایط اقتصادی با این تورم ما سر سفره شام هم نمیتونیم بشیم. ما رو یه عروسی دعوت کردن، بعد من اومدم نزدیک تالار شدم، دیدم تالار طبقه بالاه، بعد موزیک میزد، من همینجوری نور میزد تو شیشه، رسیدم جلو در تالار دیدم 10 15 تا این خشک مقدسه تصویر دستشون رژه میرن، لا اله الا الله استغفر الله. یکی هم بالا رو نگاه می‌کرد، گفت بر پدرت من عروسی. گفتم بابا زده 7 تا چرا 6 و نیم میای داخل ضد دار میزنید. من اومدم پله رو برم بالا، یکیش گفت حاجی نریا. گفتم چرا؟ گفت ببین چه بساطی راه انداختم. من اعبا رو جمع کردم، گفتم آقا برای ما گذاشتم نریم اسراف میشه. کوله پله رفتم بالا. اینجور جا متاسفانه قضاوت میکنیم تا تاشو نمیبینیم. جلو در تالار رسیدم ورودی، دیدم که همینجوری موزیک میزد، نور میومد، نور میرفت. 10 15 نفر از جوانان غیورم اون وسط کلاغ‌فر میرفتن. بعد آقا یه دفعه این لیزر رقص و نور تالار خورد تو عمامه من، تا اینا دیدن آخونده درجا موزیک قطع شد، نور تالار روشن شد. این جوونا تا ما رو دیدن خشکشون زد، تا دیدن من آخونده هستم هر کی یه طرف در رفت. یکیشون رفت زیر میزی که جلوش بود. این دیجی یه دفعه منو دید، قلف کرد، گفت سلامتی علمای اسلام اجماعا صلوات. عروسی پوکی به جان خودم. من دیدم خیلی ناجور شد دیگه. رفتم رو استیج تالار وایسادم بغل دیجی، گفتم آقا چرا قطعش کردی؟ گفت حاج آقا شما اومدی. گفتم خدایا شاهد باش یه شب ما میخوام یه حالی کنیم اینا نمیذارم. کارو دست گرفتم، یه شعر خوشگل سالم برای دوماده خوندم و 3 نصف شب یارو به من زنگ زد، مام خواب. بلند شدم همینجوری چشام بسته بین خواب و بیداری گوشی رو برداشتم، گفتم بله. یارو گفت حاج آقا میشه یه استخاره بگیری؟ گفتم الان هر کاری کنی خوبه. الان هر کاری کنی خوبه، نماز بخونی، ورزش کنی، جارو بزنی، ضرب بشوری. من خیلی دوست دارم اونی که 3 نصف استخاره میخواد پیدا کنم. ببین چقدر مردم اعتماد دارن، 3 نصف شب ما رو فراموش نمیکنن. ورزش میکنن. یه حاج آقای 10 شب دعوتش کردن یه روستایی بره سخنرانی کنه. شب دوم سوم یه چیزی رو منبر گفت و از منبر اومد پایین، یه پیرمردش گفت حاج آقا، گفت بله. گفت شب آخر خواستی بری یه گوسفند پیش من داری. این حاجی هم کیف کرد. 10 شب منبر و سخنرانیش تموم شد و شب آخر اومد بره، دید لای جمعیت پیرمرده نی، رفت در خونه‌شون. در زد، پیرمرده اومد و گفت حاج آقا اون یه گوسفند دیگه گفتی. گفت کدوم گوسفند؟ گفت اون شب شما گفتی یه گوسفند پیش من داری. گفت برو آقا اون شب تو یه چیزی رو منبر گفتی ما خوشون اومد، گفتم منم یه چیزی بگم تو خوشت بیاد. گفت گوسفند کجا بود؟